و تمام تماشاچی
There's no pain, but you have to think about it. There's no pain, but you have to do it. Think about it. All people lie one day. All people lie one day. All people lie one day. All people lie. امیدوارم که سالی پر از انرژی و شادی رو شروع کرده باشید. امیدوارم سالی که گذشت براتون سال خوبی بوده باشه. ممکنه همه چی رو که دوست داشتم و امسال بهش رسیدم. امیدوارم که اسفند بیایم این ویدیو رو داشته باشیم. امسال من خودم میخوام یه تغییر برای خودم ایجاد کنم. من هیچ وقت برنامه‌ریزی نکردم، اصلا دوست نداشتم، هیچ وقت هیچی رو نمی نویسم. اینجوری هم که مثلا خب یه چند بار نوشتم، امتحان کردم، بعد هیچ کدوم تیک نمیخورد. یا شاید خیلی بلند پروازی میکردم یا تنبلی میکردم. امسال میخوام بنویسم یه سری مثلا هدف کوتاه مدت، اینکه از پارسال چه درسایی گرفتم، اینکه امسال چی برای خودم میخوام خوبه، چی برام بد بوده پارسال، تجربه هام، اینکه درسایی گرفتم، هدفایی رو دارم. شاید بهتر بشه یه ذره برام، شاید باید یاد بگیرم که این کار رو انجام بدم. بنویسم ریز ریز و کوچیک کوچیک هدف بذارم برای خودم و توقع نداشته باشم که مثلا یهو یه لیستی بردارم بنویسم 10 تا مورد عجیب غریب، بعد مثلا 2 ماه 3 ماه دیگه نگاه کنم ببینم یکیشم تیک نخورده. این خودش بیشتر ناامیدی میاره دیگه. حالا امسال دارم تمرین میکنم که یه دفتر کوچیک خوشگل بگیرم و ریز ریز بنویسم، ببینم که کدوماش تیک میخوره، کدوماش تیک نمیخوره، چجوریه. و مهمترین چیزی که دلم میخواد بشینم بنویسم اینه که از پارسال چی یاد گرفتم، پارسال چه اتفاقایی افتاد که اذیتم کرد، پارسال چه اتفاقایی افتاد که من توشون رشد کردم، برام خوب بود، برام بد بود، چی اذیتم کرد، کی اذیتم کرد، چقدر به خودم اهمیت دادم. فکر کنم اینا رو بنویسم اول برای شروع بهتر از برنامه‌ریزی و هدف گذاری باشه. حالا هر کی که میخواد بیاد با هم شروع کنیم، با هم بنویسیم اول چقدر به خودم اهمیت دادم، چی به هم گذشت، چیا خوشحالم کرد، چیا ناراحتم کرد. بعد که اینا رد شد حالا چی میخوام، هدفهای کوتاه کوتاه. و چیز دیگه ای که یاد گرفتم اینه که روتین داشته باشم. اگه میخوام زبان بخونم حتما روزی 10 دقیقه رو بخونم، حالا به بالا بیشتر. اگه مثلا یه روز نشد 1 ساعت، قصه نخورم، اون 10 دقیقه رو داشته باشم، توی روتینم بمونم. اگه میخوام زندگی سالم تری داشته باشم یهو بر ندارم همه چی رو حذف کنم، پله پله. مثلا
فلان چیزو امروز نخوردم، امروز شکر نخوردم، امروز نون نخوردم، آفرین به خودم. یعنی ناامید نباشم، زندگی رو خودم سخت نگیرم. بالاخره شروع یه سال جدیده، سال ماره. امیدوارم که اتفاقای خوبی توش برامون بیفته. امیدوارم که برای یوتیوب هم اتفاقای خوبی بیفته. یکی از کارهایی که شروع کردم و امیدوارم که توش بمونم و خیلی دوستش داشتم ولی همیشه میترسیدم انجامش بدم. میگفتم حالا که چی میخوای بگی؟ مگه چه روتینی داری؟ نه بچه‌ها، نترسید. کاری که دوست دارید انجام بدید. برین تو دل ترستون برای چیزای کوچیک، نه اینکه مثلا از ارتفاع میترسی یهو برید طبقه دهم وایسی برید تو دل ترست، نه سرت گیج بره. ترسای کوچیکتون رو حداقل بذارین کنار. مثل من که شروع کردم، یوتیوب شروع کردم، امیدوارم به جاهای خوب برسه، امیدوارم ویدیوام روز به روز بهتر بشه، امیدوارم دیده بشه، حمایت بشه و این حس خوبو به خودم و شما بدم و هر روز بیشتر دنبال چیزایی که میخوام برم و تجربه جدیدتری کسب کنم. امیدوارم این سال واقعا برای هممون سال خوبی باشه چون خیلی بهش امید دارم. هوا خیلی خوب شده، اصلا به طرز عجیبی هوا قشنگه، تمیز، شهر خلوته. بیاین بیرون، نترسین از اینکه تنها بیرون اومدن عجیبه، تنها کافه رفتن بده. حالا دوستم نیست، پارتنر ندارم، کسی نیست، تنها نمیتونم از خونه بیام بیرون. نه، بیاین. طولانی ترین رابطه رو آدم با خودش داره. اولین دوست خودت خودتی، اولین پارتنر و همراه خودتی. نیاز نیست کسی حتما باهات بیاد بیرون، بیاد کافه، بیاد رستوران. نه، خودت میتونی تنها خرید کنی، تنها میتونی رستوران بری. درسته که یه نفر با آدم باشه خب بیشتر خوش میگذره، ولی نرمالش کنین برای خودتون. عادیه که تنها باشی، عادیه که تنها بیای بیرون، تنها خرید کنی، تنها رستوران بری. شاید کلیشه‌ایه خب، ولی خودت اول دوست خودت باش، بعد اتفاقای خوب خودش میفته، مطمئن باش.